بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و سلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. باز هم شما رو هم همراهی میکنیم در یکی دیگر از این سفرهای زیبامون به تاریخ خودمون و شناخت نیاکانمون. قبل از اینکه سری به شیراز بزنیم، این شهر زیبا و شهر تاریخی و شهری که به عنوان دانشگاه بزرگ فقه اسلامی روزگاری مشهور بود و دانشگاه‌های تخصصی فقه به خصوص در فقه امام شافعی و امام حنبل و بعدها امام ابو حنیفه در این شهر بودند. این شهر تاریخ بسیار خوبی داره در این زمینه. قبل از این میخوام به یه نقطه اشاره کنم که برخی از دوستان میپرسند که خب ما بندگان همین خاک و بوم هستیم و در همین جا اومدیم، چرا یک زمانهایی شخصیت‌های بزرگی در همین خاک حاصلخیز ما رشد می‌کردند و شاخصه می‌شدند در تاریخ بشریت، در حالی که امروزه ما چنین حالتی رو نداریم، چنین موفقیتی رو نداریم؟ مشکل ما در تربیت فرزندانمون و نسل‌های آینده چیه؟ به نظر من اون چیزی که مشکل ساز هست و اون کاری که به اصطلاح کار رو ما خودمون تیشه به ریشه خود زدیم، به این معنا که در اون زمانهای گذشته چه اتفاقی می افتاد؟ در زمانهای گذشته فرزندان بر مبانی قرآنی تربیت می شدند. در قرآن فرزندان اون زمان، نسلهای گذشته می اومدند در قرآن حضرت ابراهیم علیه السلام رو می دیدند که تک تنها یه تنه در مقابل کفر و در مقابل جامعه ظلم و ستم می ایسته و در نهایت چنین رادمردی هایی رو به تصویر میکشه و موفق میشه. یا مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو میدونن که چطور به اصطلاح تغییر آفرینی میکنه. یا حضرت ابوبکر صدیق رو میدیدن که در بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چطور سکان این کشتی رو میگیره و نمیذاره این کشتی غرق بشه. خب یعنی نمونه‌هایی از موفقیت، نمونه‌هایی از جوانمردی هایی که نتیجه میده و خداوند هم یاریشون میکنه. این باعث میشد که جوان‌ها یا نسل‌های نوجوان اون زمان همت کنند و به پیش برند با یک قدرت و کارایی بسیار بالا. بعد از اون نوبت به ما رسید. وقتی که نوبت به ما رسید چه وقت شد؟ وقتی بود که هویت ما مسخ شده بود. اون هویت اصیل پر افتخار شکسته شده بود و ما در زیر زنجیر به بردگی صفویت و تشیع رو آورده بودیم و تشیعی که به ما چی یاد میداد؟ به ما سینه زدن یاد میده، به ما چاقو گرفتن و قمه زدن یاد میده، به ما خودکشی یاد میده، به ما فساد و فحشا یاد میده و اون رو اسمشو میذاره عبادت و صیغه و اینجور مزخرفات. وقتی میخوایم بگیم که به اصطلاح آقا ما چی کار باید بکنیم، میگه شما هیچ کاری نمیتونید بکنید. چرا؟ چون اون کسایی که شما راهکار زندگی شما رو نقشه میکشیدن، ائمه، هیچی که از اینها کار مفیدی نکرد، همیشه زیر چکش بودند و توسری میخوردند و صبر میکردند. پس شما توسری بخورید و صبر کنید. خب بزرگترین کاری که ما میتونیم بکنیم چیه؟ همونطور که امام زمان فرار کرد رفت زیر زمین، هم شما هم کرم خاکی بشید، فرار کنید برید زیر زمین گم و گور بشین. پس این به اصطلاح شیوه تربیت، شیوه سرکوفت خوردن، شیوه شکست، شیوه اینی که به اصطلاح بیاییم و بگیم که بزرگترین پهلوان ما کیست؟ امام حسین. امام حسین چیکار کرد؟ امام حسین رو تک تنها کسی یاریش نکرد. پروسه‌ای که داشت به اصطلاح این بود که اهل کوفه اونو گولش زدند، آوردند و به اصطلاح خیانت کردند بهش، گولش زدند و شهید شد. خب حالا چیکار کرد؟ چی شد؟ این پروسه به ما نشون میده که به اصطلاح یه پروسه شکست، یک پروسه‌ای که ما باید توسری بخوریم، ما کاری برای زندگی، یعنی ما حرفی برای گفتن نداریم.
ما فقط ایراد گرفتن بلدیم، ما فقط اینه که به اصطلاح ما به عنوان یک حزب اختلاف جایی برای زنده بودن داریم، اما ما رشد نداریم، ما رهبریت نداریم، ما این توان رو نداریم که جهان و جهان بشریت رو تغییر بدیم و هیچ جایی از دنیا رو ما فتح نکردیم و هیچ خدمتی به دنیا و اسلام نکردیم. ما همیشه به اصطلاح زالو بودیم در تنه بزرگ اسلام. وقتی که ما بیایم با این شیوه فرزندامون رو تربیت کنیم، حالا گفتار ما یه چیزی دیگه است، ما با حرفا و سخنان و شعارات این حرفا رو میزنیم، اما مفهوم همونه که به بچهای ما میرسه. بچهای ما دیگه عقل دارند، ما هر چه بگیم به اصطلاح یک چهره این شکست ها رو و این توسری خوری ها رو زیباش بکنیم، نگیم که آقا ما داریم قمه میزنیم خودکشی بکنیم، میگیم که آقا ما در داغ و سوگ امام داریم اشک میریزیم و فلان. این همه این خزعبلات در نهایت در ذهن فرزند همون معنا رو میده که من یک انسان بی خاصیت هستم و هیچ فایده‌ای در من نیست و باید همینجور توسری بخورم و صبر کنم و هیچ کاری هم از دست من ساخته نیست. این سبب اصلی هست که ما رشد نمی کنیم و راه کار چی هست؟ راه کار این است که ما قدم بذاریم در پای همون نیاکان ما که تاریخ ساز بودن تا ما هم به همون شیوه تاریخ ساز باشیم. امروز میخواییم از ابو اسحاق ابراهیم ابن علی شیرازی، فقیه شافعی ایرانی در سده 5 هجری سخن بگیم. شیرازی مثلا یکی از شخصیت‌های والایی هست که کتاب‌های بسیار خوبی رو به ارمغان گذاشته، مثل کتاب الاشاره الی مذهب اهل الحق و تنبیه فی فقه شافعی و طبقات الفقهاء و المعون فی الجدل و النکت فی المسائل المختلف فیها، المهذب در فقه شافعی، اللمع فی اصول الفقه، التبصره فی اصول الفقه و شرح خود لمع رو خودشون هم شرح کردن و تذکرة الخلاف و مناظرات از جمله نوشته های و یادگارهای این امام فقیه و این دانشمند و که به اصطلاح به عنوان الشیخ، الامام، القدوه، المجتهد و شیخ الاسلام و به اصطلاح نام برده میشه. ایشون وقتی که مدرسه نظام الملک در بغداد تأسیس شد، ایشون به عنوان اولین مدرس مثلا مدرسه یا دانشگاه نظام الملک یا نظامیه بغداد شناخته میشن و در اونجا مدت زمان طولانی رو تدریس کردند. سفرهایی هم داشتن به مثلا بصره و بغداد که در اون بغداد مثلا مستقر شدند، به دانشگاه‌های بزرگ اون زمان تردد داشتند و کسب علم و فیض کردند. در وصف ایشون سمعانی جملاتی داره بسیار زیبا که میفرمایند که کان شیخ ابو اسحاق امام الشافعیه، شیخ ابو اسحاق شیرازی امام شافعیان بود و مدرس بغداد در دانشگاه نظامیه و شیخ العصر و امام العصر و شیخ الدهر بودند. رحل الیه الناس من الامصار، از گوشه کنار دنیا مردم برای کسب علم و فیض به خدمت ایشون می رسیدند و قصدوه من کل جانب و الاقطار، از هر سو و از هر شهر و دیار می اومدند تا در محضر ایشون بنشینند و در عین حال ایشون انسان زاهد، پرهیزگار، متواضعی بودند و کریم و سخی و جواد بودند و خوش اندام و خوش سیما و همیشه لبخندی بر لب داشتند و مجلسشون مجلس انس و محبت بود و همیشه هم بسیار خوش سخن و شیرین سخن بودند. در مورد امام ابو اسحاق شیرازی، ابوالوفا که شیخ حنبلیا بود و ابو اسحاق شیخ شافعیا، در وصف ایشون میگن که چیزی که باعث شد ایشون موفق باشه اخلاصشون بودن. میفرمایند که من
شیخ و استاد خودم ابو اسحاق شیرازی رو ندیدم هرگز که مگر اینی که همیشه تجدید نیت میکرد. اگر میخواست چیزی رو به فقیری بده و بسیار انسان سخاوتمندی هم بود، همیشه نیتش رو وارسی میکرد که من این رو فقط و فقط برای خدا، برای رسیدن به رضای خدا میدم و هیچ درسی رو شروع نمیکرد مگر اینی که در ابتدای درس اعوذ بالله میگفت، بسم الله میگفت، از خداوند اخلاص طلب میکرد و هیچ کتابی یا موضوعی را نمی نوشت مگر این که قبل از اون 4 رکعت چند رکعت نماز میخوند و دعا میکرد و این باعث شد که نوشته هاش مورد قبول مردم قرار بگیرند. وقتی خداوند اونها رو قبول کرد مورد قبول مردم قرار بگیرند و انتشرت تصانیفه شرقا و غربا لبرکت اخلاصه، نوشته هاش در شرق و غرب به جهان منتشر شد به سبب اخلاصی که ایشون داشتند. این اخلاص منو بیاد اخلاص امام عصر حضرت آیت الله ابوالفضل برقعی رحمه الله می اندازه که ایشون هم همچنین حالتی داشتن، یعنی نمونه‌ای بودند از اخلاص و نتیجه این اخلاص اینه که امروز کتاب‌های آیت الله العظمی ابوالفضل برقعی رحمه الله در حالی که وقتی که این کتاب رو می نوشتن دشمن و اهریمن و نظام ولایت فقیه بهشون حمله می کردن، کتاباشون رو می گرفتن، برگاشون رو می سوزوندن و گمان می رفت وقتی که ایشون از این دنیا رحلت فرمودن که هیچی که از نوشته های ایشون در دسترس نباشه. دیدیم که خداوند متعال از زیر خاک اخلاص کتاب‌های این ابرمرد رو بیرون آورد و امروز کتاب‌هاشون بهترین چاپ‌ها میشه و به زبان‌های عربی و اردو و انگلیسی و زبان‌های دیگه در حال ترجمه شدن هست، چیزی که شاید اگر امروز ما امام عصر ابوالفضل برقعی رو از قبرشون بیرون بیاریم و این حالت رو ببینن اصلا باورشون نشه، اما قدرت خداست که اخلاص چه ها میکنن. در مورد ابو اسحاق شیرازی آوردن که ایشون خیلی خوششون می اومد که بهشون بگن شیخ و سببش هم این بود که روزی ایشون به هر حال آدم بسیار ورع و با تقوایی بودن، در خواب دیدن که در بغداد خوابند و دید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و حضرت ابوبکر و عمر رضی الله عنهم رو با پیامبر دیدند. بهش گفتند که یا رسول الله بلغنی عنک احادیث کثیرا ناقل الاخبار، احادیث زیادی از مردم نقل کردند و به من رسیده و من میخوام که یک حدیثی از خود شما بشنوم، از فرموده های گوهربار شما که در دنیا به اصطلاح من این رو شنیدم و خوشحال بشم و مایه فخرم و افتخارم بشه و روز قیامت هم بگم که یا رسول الله ما ملاقاتی در خواب داشتیم. پیامبر فرمودند یا شیخ و منو صدا زدن شیخ، واسه همین خیلی خوششون می اومد کسی میگفتن شیخ ابو اسحاق شیرازی و یک نصیحتی که بهشون کردن این بود که من اراد السلامت فلیطلبها فی سلامت غیره، کسی که سلامتی و آرامش میخواد این آرامش رو در آرامش و سلامتی دیگران طلب کن. وقتی چیزی میخوای بهش برسی سعی کن اون رو برای دیگران بخواهی، وقتی در خدمت دیگران باشی این اثرش به شما خواهد رسید. ابوبکر شاشی در مورد شیخ ابو اسحاق شیرازی میفرمایند که ایشون حجت الله علی ائمه العصر بودند، ایشون حجت خداوند هست بر تمام امامان زمان خودشون، تمام فقها و علمای زمان ایشون نمونه‌ای بودند در بین اونها. موفق حنفی در وصف ایشون میفرمایند که ابو اسحاق امیر المؤمنین فی الفقها، ابو اسحاق امیر مؤمنان بود در نزد به اصطلاح فقیهان. اگر فقیهان رو برایشون امیری پیدا کنیم و تصور کنیم ایشون ابو اسحاق به اصطلاح شیرازی هستند و همیشه به شاگرداشون نصیحت میکردند که العلم الذي لا ينتفع به صاحبه ان يكون الرجل عالما ولا يكون عاملا، علمی که برای صاحبش هیچ ارزشی نداره و هیچ فایده‌ای براش نداره اون این علم و دانشی هست که طرف اون رو بدونه و بهش عمل نکنه.
و میفرمودند الجاهل بالعالم یقتدی، جاهل به عالم نگاه میکنه و از اون پیروی میکنه و در اون مسیر حرکت میکنه. و اما اگر عالم به علم خودش عمل نکرد، پس جاهل از کجا یاد میگیره؟ جاهل دینش رو از کجا فرا میگیره؟ و از جمله دستنویس هایی که بعد از وفاتشون در کنار ایشون یافت شده، در بین اوراقی که به اصطلاح جا مونده بود به اصطلاح دیده شده، که خوابی هست که یکی از شاگردانشون دیدن که در سال 68 در شب جمعه این شاگرد ابو محمد مزیدی میگن که من ابو اسحاق فیروز آبادی رو در خواب دیدم که با شاگردانش در آسمان سوم و چهارم در حال پرواز هست. من تعجب کردم، خودم هم به خودم گفتم این که شیخ خودمون، امام خودمون ابو اسحاق هست که اینجا پرواز میکنه، من هم باش هستم. فکنتو فی هذه الفکرة اطلق شیخ ملکون، من در همین فکر بودم کیه، من هم هستم در بینشون، تا یه فرشته‌ای با ابو اسحاق دیدار کرد و از ایشون به ایشون گفت که خداوند به شما سلام میرسونه و پرسید که به یاران، به شاگردان چه درس میدی؟ گفت که من کلام رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث رو به یاران درس میدم. فرشته به ایشون گفتن فقرا علی شیئا اسمعو، یک کمی از این احادیثی که تدریس میکنی برای من بخون. و ایشون هم چند تا از احادیثی که تدریس میکنند و خوندن و بعد از اون فرشته رفت و بعد پیام آورد از جانب خداوند که الحق ما انت علیه و اصحابک فادخل الجنة معهم، تو و شاگردانت که احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو میخونید بر حق هستید، شما همتون با هم وارد بهشت بشید. این خوابی بود که یکی از شاگردانشون دیده بودند و ایشون این خواب رو نوشته بودند و پیش خودشون نگه می داشتند. حضرت شیخ ابو اسحاق شیرازی طبع بسیار لطیفی رو داشتند و شوخ طبع بودند. یکی از دوستانشون میگن که من رفته بودم، به اصطلاح خطیب موصلی میگه که من در سال 459 رفتم و خدمت ابو اسحاق شیرازی فیروزآبادی رسیدم. ایشون پرسیدند که بچه کجایی؟ گفتم بچه موصل. گفت به به، منو بغل کشید، ای همشهری، چطوری همشهری؟ گفتم که من که از موصلم، شما که از فیروزآباد شیرازی، چطور همشهری شدیم؟ میگه من یادت نیست تو کشتی نوح که با هم بودیم، اصلمون از شهر کشتی نوح دیگه، ما با هم شهریم. و طبع بسیار شاعرانه زیبایی هم داشتند و از جمله شعرهایی که از ایشون روایت شده این است که سألت الناس عن خل وفی فقالوا ما الى هذا سبیلی، مردم رو پرسیدم که یه دوست خوب میخوام، یه دوست صمیمی. گفتم ما با دوست صمیمی تو این دنیا پیدا نمیشه. تمسک ان ظفرت بود حر فان الحر فی الدنیا قلیل، اگر یک انسان آزاده ای دیدی، به محبت باشه دوستی کردی، اون رو محکم با به اصطلاح دندون نگهش دار، به چنگ و دندون که فرار نکنه، که در این دنیا انسان آزاده بسیار کمه. و از جمله شعراش میگه که تراه من الذکاء نحیف جسم علیه من توقده دلیل اذا کان الفتى ضخم المعانی فلیس یضیره الجسم النحیل. اگر انسان در ارزش ها شایسته بود و انسان برومندی بود، اگر انسان نحیف و بسیار لاغرندامی بود، این براش هیچ ضرری نیست و هیچ عیبی هم نیست. ایشون بسیار انسان پارسا و زاهدی بودند که میگن که کسی اومد بهشون یک عمامه ای داد گرون قیمت، 20 دینار قیمتش بود و عادتشون هم بود که اگر لباسی جدیدی میدادن این لباس رو از باب احتیاط و به اصطلاح پارسایی این رو میشستن در آب دجله که نکنه که توش به اصطلاح ناپلیدی یا چیزی باشه. به هر حال این از عادت ایشون بود. اومدن این عمامه رو شستن، گذاشتن خشک بشه. یه آدم دزدی اومد دیده چه عمامه خوشگل و گران قیمتی، ورش داد، گرفت فرار کرد. عمامه خودش که یک عمامه کهنه
پالیسیده‌ای بود همونجا انداخت. ایشون هم اومدن بعد از اینکه غسل کرده بودن اومدن و همون عمامه‌ای که افتاده بود همون رو گرفتن رو سرشون رفتن. گفتن بابا این که عمامه خودت کو؟ گفت بابا یکی مثل این که بیشتر نیاز داشته، بنده خدا برداشته برده نوش جانش، همین هم عمومه است اون هم عمومه. بسیار انسان پارسا و خاکی بودند و ابیات بسیار زیبایی دارند که به عنوان به اصطلاح استغفارهای ابو اسحاق شیرازی فیروزآبادی مشهور هست و از جمله این ابیات که بسیار هست، از جمله این ابیات این است که استغفر الله من عین نظرت بها الى القبیح فکانت مبتدا نکدی. استغفر الله، استغفار میکنم خدای مرا بیامرز از اون اشتباهاتی که از چشمم سر زده و باعث این همه ناراحتی و دلگیری من شده. استغفر الله من ذنب خلوت به فی اللیل منفردا او غیر منفردی، و به خدا میبرم استغفار میکنم خدای منو ببخش از اینی که از گناهانی که در تنهاییام از من سر زده یا در بین مردم. استغفر الله من رزق بلغت به الى معاصی الاله الواحد الصمد. استغفار میکند به خداوند متعال از اون روزی که اون رو به جای اینکه روزی رو شکر بکنه و نعمت خدا رو شکر بکنه، اون از به اصطلاح اون روزی رو گرفت و راه گناه رو در پیش گرفت. استغفر الله من علم اردت به دنیا ولم اک فی خیر بمجتهدی. استغفار میکنه از اینکه تنبلی کرده باشه و اجتهاد نکنه و علمی رو هم کسب کرده باشه و هدفش از به اصطلاح کسب علم و دانش دنیا باشه. استغفر الله من قلب تشاغل عن نهج الطریق الى اللذات والفندی. و استغفار میکنه از اینکه قلبش دنبال چیزهای بیهوده بره و از خدا غافل باشه. استغفر الله ملء الارض مذ خلقت و ضعفها ثم ضعف الضعف والعدد. و به اندازه پری دنیا و 2 برابر و چند برابر پری دنیا استغفار میکنه. و صلی یا رب ما غنت مطوقه علی الغصن و ما صاحت علی وتدی. و صلوات میفرسته بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و آل پیامبر، اهل خاندان پیامبر و یاران پیامبر تا زمین و زمان هست. علی النبی و آل مع صحابته مع السلام علیه خیر معتقدی والآل والصحب والازواج اجمعهم والتابعین له والعترة العمدی. جالب است که ما شخصیت‌هایی مثل ابو اسحاق فیروزآبادی شیرازی داشته باشیم و فرزندانمون، عزیزانمون با اونها آشنایی نداشته باشند. به خصوص اهل شیراز باید بدونن که با بزرگشون ابو اسحاق شیرازی فیروزآبادی یکی از فقیهان مذهب شافعی اهل سنت بودند و یکی از مؤلفان و نویسندگان بزرگ و یکی از نامه‌های شاخصی که باید در این شهر می‌درخشیدند. باید در شیراز حداقل ما چند تا دانشگاه و مدرسه و کتابخانه و مراکز علمی رو به نام ابو اسحاق شیرازی فیروزآبادی می‌داشتیم. اما نه که آخوند موذی، آخوندی که مذهب صفویت رو به خورد جامعه میده، میترسه که اگر جامعه بدونن که اصلشون کجاست، از کجا اومدن، به اصطلاح نوجوانای ما بدونن، اون وقتی که دیگه کاسه کوزه آخوند برچیده میشه و رزق و روزیش میفته و کسی دیگه به قبر پرستی و نمیدونم چرندیات و سینه زدن و سینه چاک کردن و قمه زدن و این چیزا نمیره و در پی شناخت هویت اصلی خودشون برمیان و برمیگرده شیراز، میشه مهدی از علم و دانش که از قرآن و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گرفته باشه. توصیه ما به همه جوونا و به همه جامعه این هست که برگردند و خودشون رو بشناسند در سایه نامآوران سرزمین فارس.